این دیها با آن خاطر نام چهارباغ رو گرفت که ساکنان این دیها اولا در نزدیکی قشلاق حیاتی نمی زندگی میکردن. وقتی که قشلاق کمتر درجه بلند شدن آب زیرزمینی مردم رو به این دیها آوردن، همون دیها چهارباغ نام داشت. نام چهارباغ رو داشت. ساکنان دیها برای آنکه دیهای خود را دوست می داشتن نخواستن که همین کلمه چهارباغ از بین رود و همین دیها را چهارباغ نامیدند. چهارباغ اینجا اول قشلاق همه تگ پیش نزدیک همین راه شاهراده بود. اور لای لغت کرد بالا بروردن بالا تپه. اونجا ایها بسیار مردم آب نزدیکی کانال آب بود. بسیار آبادی‌های نصب کردن. آبادی‌های نصب کردن شهرچه باری شد. همه قشلاق خودشون چهارباغ نام کردن. تمام نمودی باغ و درخت‌ها بودن. برای همین چهارباغ همجا نام کردن. با بود که اونجا هم همه که آبای زیرزمین از کانال زیاد شد و قشلاق ویران شد. در داخل خیمه‌ها زندگی می‌کردند. بهار بود، هوا سرد بود. جناب عالی خواست که تیزترک خانه‌ها رو بنا سازند و کودکان زیری از خیمه داخل خانه‌ها شوند. و همین کار شد در حقیقت. در مدت یک ماه مردم از زیر خیمه به خانه‌ها وارد شدند. جناب عالی گفته بود در وقتی که 2009 سیل آمد، لای خانه‌های ما رو بیخته بود، شش هم بود، ما دیگه زندگی ماندگی نبود. آمد برآمد که اول وقتی که لای خامه ما رنگ گنگ شدیم. توری داخل نه یگان چی خوردن داریم نه یگان چی داریم خوره. خیلی خبر پرزیدنت که برآمد کرد گفت که من تو خورشوق با او بی شما رو یافته میتونم میرم شما رو افتاده نشید. ما همین غمخواری پرزیدنت که خانه انداخته داد مونه صاحب خانه شدیم خیلی صاحب زمین بچه‌کامون در قطعه زمین داد همشته. همین غمخواری همین پدر مادر کردن میتونه. خانه همون انداخت با کرپچه 500-600 خوجگی را همه را کوچانده دوری زواد آورده مابانی شو روز نشده تمام خیمه زدن و 3 و خوراک تامین کرد. جناب عالی مردم از زمین تا آسمان از جناب عالی تمام رضا که تمام شرایط ما را همه خیلی وای کردن که ما خودم 5 تا کلون داشتم. 5 کلون در میدان موندیم. نه خمون ما یگان در میدان موندگی نکردیم. امروز چهارباغ آباد شده است. صاحب مکتبی دو آشیانه بونگای طبی این بونگای طبی به فکرم مؤسسه کمک اولی طبی حتی از بونگای طبی هم بلندتر چند نفر خدمتی مردم به ادا میرسونند. مکتب هم با تشبس جناب عالی بنا شده است. خود جناب عالی آمده مکتب رو کشادند. مردم خوش استقبال کردند و امروز دیها آباد شده است. شاعر میگوید که اگر خواهی که بتوانی قدم در نه که بتوانی اگر خواهی که نتوانی برو بنشین که نتوانی. مردم دیهای چهارباغ مردم میرد کشند. آنها وقتی که خانه رو ساخته دادن برای زندگی خوشتر خودشون با ایلاوگی بیناها ساختن در داخل حویج خود. زندگی همون نست اینا خانه همون بدافروات هست آب میآید همون در درخت کردگی هم خانه همون درخت ها هست اینه کبودزار کنی هم شد با مخدوم در مکتب 58 همون معلم تعلیم مهنت کار میکنم. یعنی همه سال یگان 150 تا توت شنوندیم جیده شنوندیم گلو را وای کردیم پرنی کردیم همش تیاری ارچه‌ها را همش سفید کردیم همش با تیاری نقض دیدیم که درای خانمونه درای هر کس درای خانمون رئیس محلمون هر دانازهای شورو در اریخچه‌ها را تازه کردیم. قد انتظار نوروز که این نوروز بیای با نوروز قید کنیم. الکی بسیار جویبارها تازه کرده شدند. مردم راهبران خواجگاه دهقانی به واسطه سهمداران خود را در کندن جویبارها فعالیت آنها را بلند برداشتند. مخصوصا در دهه القجر عین زمان 5000 متر
канал канда тоза карда шуд ки ин амин дар муддати 20 рӯзи моҳи январ ساعت گوسفند داریم نمیاد 6-7 گاو داریم سازه زندگی نغزه ای پشتی هم میخوایم شیر پیر میفروشیم قشقار میفروشیم و این بقه چاوشو میفروشیم خیلی سازه زندگی بچه ها مایده بودن من گیره کردم گفتم بارا بگی من بارا نداشت رفتیم بازار همین 4 تا گوسفند خریدیم دیگه همه کتی زیاد شد خیلی تا 200 تا شد خیلی نگاه میکنی همش اوکولاشو میکنی مثل بچه ها رو میپرسیم مقصد یه مول کسل شد نوحیه من دکتر داره دکترها رو فیراد میکنیم نگاه میکنن دل جگرش چیه مقصد همین گوشتش خوردن چی اوکولا کردن دکور این نتیجه همون 4 گوسفنده که برای کودکا گرفته همین است؟ بله همون آیانا همون 4 تا ما سر کرده همین قشود خیلی باز بون نیست بوش همون کودک گوسفند حصاری است؟ ذات حصاری ها یکم تخلیای چیمون آوردگیم و مقصد همین این بر وقت میزایدگیشه همین خانه آوردیم که طول میگیریم با ماشین ده بار کده میبریم چند ساعت فروغ میدید؟ ما یه روز ده 4 بار میتیم سحر عبید بیگه با شودم یا ساعتای 10 شبونه هم خوراک میدید؟ کمتر میپرتیم برای چیدنشون انا روزای هوا باشه با نمی جو های میکنیم لوای پخته مخته های میکنیم بهار کوه میرن دیگه همین که ما میاره دکبر ده با میاریم خونه مردم شوروا پرورش میکنن مخصوصا شورواداری نسبتا در دهه حلقجر بسیار نفوذ پیدا کرد بسیار نفرانی هستند که آنها هم در دشت هم در داخل خانه‌های خود گاوهای کلان را پرورش میکنند و بازار برده میفروشند این هم برای گیریم که پس کردن سطح کمزورتی مردم بسیار منفعت کلان دارد یک کیلوی گوشت مثال 90 سوم مثال ای خود مثال گوسفند باشه یا مال مادر باشه یک شم یک شیم میخری مثال نمیخری بازار همه خیلی جوردن کلان در زندگی میرسونه یا که گوسالاش بقاچا میکنه میفروشه در زندگی جوردن کلان میکنه زندگی پیش میره حساب هم بود شیر میخری جرات هم هست همه هست پروش اگر تو میرزی خیلی جوردن سخته یک لیتر شیر مثال نمیخریم و چهارو اخمون گوجه شده شیر جرها در اخمون هست همه شرایط نه ما اجرام همه خیلی چی نگاه کنی را یاد گرفتم هم خیلی نگاه کرده استم شونه کلان شوام با میفروشیم شونه هم خیلی منو با بچه میکنن با بچه ها شکلان منم یار همو سبزی میتیم علف میتیم نوشکه کارتشکه هم خیلی چیزا رو میتیم میخرم کلان میشن میفروشم کتاب دفتر روچکه هم خیلی چیزا میخرم
مرغ هم دارم، دکن، خروس، همش هست. و کتای خیلی پیشینه باشن میش شکر و خرط و آتلا میگن آش بریده اینا اوموت ما همه ها رو پیش میکردیم در حاضر باشه خیلی چیزی که باشه در زندگی همون رو میکنیم این اوموت برای کسالایی که خوب بودن و خیلی مزدشون نبود برای سبوکی همه چی رو میکردن اوموت هم که همون کسال در محقوله میخره کسال باید بخرده قطیق میکنی اما قطیقش سبکی میارده دو پیاز میکنیشه این علفای قاق میندازی خودش میشه اوقات پیش اوچه همون بیبی همون ماما بیبی همون میکردن خاکو ما یا قوقی یاد گرفتگیم توپا میکنیم، شوله میکنیم، شوله با برنج با علفای کوی میشه سیر قطیقه کش میکنیم خوراک میلی توچکی خمونه توپا کشه و هم در اوقاتی با مزه ترین شیر کدویه با شیر با کدو میشه شیر برنجه و موچکه نشسته میگن نشسته با شیر چی اردی گندم قطی میشه بعد گندم کوک های بسیار میگن خیلی خیلی کشک میگن گندم کوک میگن با گندم کوک با بسیار خلقو با قطیق میکنن بسیار خلقو با شکامه و کلاپوچه قطی میکنن بسیار توبیستان علفا رو خوک میکنیم خشک میکنیم این وقت در روی پیچکالو کده خوراک پخته خوردن میگیریم قطیق کرده بسیار این مستوبه شوله میگیمش و سونترک مثل برنج مایده قطع میکنی و که جوشی در دیگ میدوزی پیازش میدوزی با خیلی علفای کری خشک میدوزی و قطیق میان نویره دورم نه که همین شهره میوی فقط میگم ماما شوله کن همین خیلی میخره که گوش پوشی چیل میخره و میخره در شهر زندگی میکنه که همین خیلی اوقات شوله رو نقش میگم ماما شوله کن مثلا اگه خیلی ماما که هستیم مثلا خیلی کلی نگاه نمیکنیم خیلی پیش مونده میاره همه چی تیار کنیم میکنیم و پخته میاره مثلا نگاه نمیکنیم و مثلا که یوردن میکنیم شون خیلی نشومشون میتیم کلونو ده دخترو ده این همی حاضی همه خوبه دورو گفته میسته آخه این همی اوقات این دورو این همی همش ویتامینه این همی دورو این همی گفتم تیزه که تویستانم در بقرشکو میکنن خیلی بامزه وقتی میشکویش در اوقات میدوزیش خروک ده میدوزیش اشتیو میشه سال پیش مادرها همین خربوزه و تربوز میکردن ای خربوزه حولو میکردن بعد شکر زمستان دا وای میکردن در شکمبی بول مینداختن قرود میکردن قرود همین قروتاب اساسی همیه بعد زمستان دا بعد همین زمستان دا قرود در طبق میشکیدن و حولو رو همین طبق میشکیدن و هوای قروتاب میشد اما خیلی شکر بعد زمستان احوالی خیلی تمام نمودی ای خربوزه میکردن حولو ای تربوز شیرینی میکردن ای تمام پمیدور همه وای میکردن بانک‌ها را پر میکردن خیلی ذخیره زمستان در تابستان میکردن
اشیابی که شما این زمان من در داخل اشیابخانه قرار دارید در به افتخاری سال هنرهای مردمی اعلان شد سال هنر مردمی ما همین اشیاب رو ساختیم و چند سال است که در خدمت مردم قرار دارد. به راستی اشیاب در گذشته اشیاب نبود، مردم با سنگ رو سفته کرده اشیاب می‌ساختند، اشیابی دستی و دست‌ساز می‌گفتند. بعد آهسته آهسته در نتیجه کم بیش ترقیات رفتن جمعیت به جای اشیابی دستی اشیابی سنگی و اشیابی مثل حال قوی برق استفاده می‌بریم ساخته شده است. من افتخار میکنم که همین هنری مردمی رو بار دیگر من زنده کردم و مردم از این بسیار استفاده می‌بردند. کدام گروه مردم اونایی که دچار کسلی دیابت قند هستند بیشتر به ما مراجعه میکنند و ما خدمت آنها رو به شما می‌آوریم. اصلا فایده ارد اشیابی برای دیابت قند همین است که سبوسه که اشیاب وقتی که در حرکت می‌دراید گندم رو با یک جایی با سبوس با همراه ارد یک جایی می‌ریزاند و همین سبوس خلسترین بدن انسان رو کم می‌کند. در وقتی استفاده بودن وقتی که گندم ارد اشیابی رو نان کرده می‌خوریم هم خوشخور میاد هم با مزه میاد. بعد دیه‌های گرد اطراف به واسطه من دیهای حیاتی نو که به دیهای ما نزدیک است، دیهای دوردست، دیهای تومشی، گنجینه بیشتر آنها مراجعه میکنن. مردم های کوهستان گندم میارن ارد گرفته میبرن از ما. میگن که هر کی نان خورد از عملی خش منتی حاتمی تویی نبرد. کار که کردی نان بی‌منت میخوری در همه دور و زمان و ما به واسطه من همین دوره آرامی جمهوری تاجیکستان که استفاده میبریم تنج آسوده اگر که صلح و صلاح پایدار باشد و تنجی و امانی باشد ما همونقدر امکاناتی کار کردن داریم. اگر نه پس فکر کنید که مردم حتی کار کردن. ها میگوید که شیخ سعدی که چون قحط سال شد در دمشق که یاران فراموش کردن عشق همین تنجی باشد همه کار میشود. این را خودم کشیدم شم. همین چادر عروسی را خودم کشیدم با دستم. دخترم مهنت کرده. شکر این بچه‌م زن دادم برای عروسیش. برای عروسیش زبانی درازی خودم هنر ما در خدام نشان دادم که دختر شما مباری به هنر شود. انا خدمت گاب نیام برای دختری ویا. با دختری وای هایم به هنره. انا دستم انا بالیش تو کرپچه‌هاش همش خودم دختم. خانم گلدوزی میکنی خیلی چون نوروزی شوه دیگود آش میکنی دخترها رو شکر خونه دار کرده اینا کرپا و کرپاچه همش هنرهای خودمون ای دست خودمون میایه. ای همسایه را ای همش خودم میدوزم. می عینو سر کردم میدوزم مغزی میمونم پخته میاندازم روش میدوزم
خیلی حق مهنت ما میگیرم زندگانی ما پیش میبرم من همه وقت دستم سوم هست برای کمبودی زندگیم خرجم ای خودم هست نه ای مردکم پول میگیرم نه ای بچم خودم با جوشی دوای ها پول میتونم میگم که نه ما یا جدا رسخود کنین شما خیلی نه همسایام همش میدونم ما یه سال تا 10 تا نه تخت عروس میدونم نه همسایه را کرپچای بچه‌ش چند 5 سال پیش همش خودم دختگیم اومدم که همیز قایسینگل زنای ایوارش همش زنای بوز بالشتن من بازار رفتم اومدم گفتن که ای ما نمیتونیم شیشتیم بعد من گفتم که ای نمیتونم هنر ای میتونم در دیسر ای گفتم ای بخزن یاردم کنید اومدید میخرید میرید وای های ما یاد گرفته رفتم میگن که ای نمیتونم هنر رو میتونم در دیسر تو یاد اکن نان میبندم سمبوسه در دگدان میپزم همه تو یاد آشپزم حولا میپزم تحمال میپزم چپاتی میپزم به تعریف و به یکم چی 4 قیسینگور شو دادم 4 هیور زن دادم با تمام مرکار همه اوقات و چیهای همی خوشتمان ما در خدمتشم وطن بهترین چیه برای همین خلق تاجیک بهترین چی وطنه چون که در خانه من آزاد و آرام خوابیم نمیگیم که ما ایا چی کمبودی همه کمبودی هست در زندگی نه که ما وطن داریم بایترین مردمیم در دنیا در وطن خودمونه کویا بچه که درسیه برای جا برای چقدر دلت میکفه میگی که بیایم می وطنم در میبرم در باشه آرام خورم آزاد باشم او پرنده آزاد میگه که ما هم پرنده آزادیم خداوند همه وقت هم خوشبختی ها باشه و خیلی باشه هم مهنت میکنیم زندگی ما پیش رفته شکر